قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. عنوان درس امروز ما اسباب معاصی یا اسباب گناه است. ما مسلمانان به اساس شناختی که از دین خود داریم سلسله چیزایی است که او را باید انجام بدیم و او را به نام اتیان به مأمورات یا ادا کردن وجایب خود به اصطلاح در ذهن خود داریم. چیزایی است که خدا از پیش ما خواسته که این کار را بکن و چیزایی است که الله جل جلاله ما شما را از اون منع کرده که او کار را نباید بکنیم. با وصفی که میفهمیم که این کار را خدا بگفته که نکن، ولی با تاسف که ما او کار را میکنیم. علت از این چی است؟ چرا ما دست به گناه میزنیم؟ چرا ما انحراف میکنیم؟ چرا ما کار را میکنیم که در اصل با سرشت ما، در اصل با اهداف ما، در اصل با اعتقاد ما سازگاری ندارد، ولی با تاسف او را انجام میدیم. علت از این را علما الحمدلله و المنه بررسی کردن. یک اصل را که کشیدن گفت که اصلا خداوند متعال وجود ما شما را در یک موقعیت جای داده که همیشه در حالت امتحان هستیم. ابتلای خداوند متعال گاهی به کردن یک عمل میشه، گاهی به نکردن یک عمل میشه و خداوند متعال در وجود ما شما تو یک ظرفیت را گذاشته است که همیشه ما شما را در حالت امتحان قرار میدهد که این ابتلا ظرفیت ما را بالا میبرد و قوت ما را بیشتر میکند و ما را با اهداف اصلی ما شما بیشتر آشنا میکند. از این خاطر الله جل جلاله میفرماید که و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. خامخا شما را امتحان میکنه به چیزایی که شر است، بد است، و به چیزایی که خیر است. اردوی شما را امتحان میکنم. در اخیر و الینا ترجعون، به سوی ما بازگشتتان است. روی اساس است علما زیاد میگه ابتلای خداوند متعال بر شر که هرگاه میشود غالبا انسان میتونه بیرون براید از پیشش. یگان بار بندی میشی، یگان بار مریض میشی، کسی از دوستگاهت وفات میکند، نقص مالی جانی پیدا میکنی. از این در تینت ما غالبا نمیست که میگم انا لله و انا الیه راجعون، از طرف خدا بود و الله جل جلاله همین یک چیز به ما نصیب کرده بود، بنا هم ما کردیم. گاهی خداوند متعال ما را به مال و به فرزند به این امتحان میکند. امتحان کامیابی و یا ورق کامیابی گرفتن از ابتلایی که خداوند متعال با آسانی و گشایش به انسان میکند بیرون برآمدنش بسیار مشکل است. زیرا کس تصورش در این نیست که من فعلا زیر امتحان خداوند متعال قرار دارم و الله میفرماید که انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. یقین که مال و اولاد شما این وسیله امتحان شما است. در اینجا خداوند متعال شما رو چی میکنه؟ امتحان میکنه و ببینیم که آنچه که نزد خداوند متعال است در او پاداشی بسیار بزرگی وجود دارد. پس خداوند متعال ما را به خوبی هم امتحان میکنه، به بدی هم امتحان میکنه و یگان بار امتحان ما را میکنه در محیط، در مجموعش و جعلنا بعضکم لبعض فتنه. گاهی خداوند متعال بعضی مردم را وسیله امتحان برای بعضی دیگری میگرداند. یک نفر در حالت مشکلات به سر میبرد. خب درست است که پول نداری، ولی این توانمندیش داری که در خانهش بری و یک چند دقیقه همراهش بشینی و مصیبتش برش کم بکنی. آیا این کار کردی؟ درست است که توانمندی مادی نداری، ولی این توان خود داشتی که شب بخیزی و به خاطر تعمیل حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که دعای یک مؤمن در حق یک مؤمن در غیابش چی است؟ اجابت می شود.
پس درست است که او برادرم مصیبت دارد، مریض است، تکلیف دارد، قرضدار است، بندی است و ما توانمندی عملی ندارم، ولی این توانمندی همراهم دارم که شب بخیزم، 2 رکعت نماز بخوانم، به الله گریان بکنم که پروردگار فلان مصیبتی که به برادرم رسیده، پروردگار تو او را برش آسان بگی، مشکلش یا الله حل بکن. این خود سختی نیست. در حال ببینی که مصیبت به اوجا آمده، ولی خداوند متعال اینجا ما را چی میکنه؟ امتحان میکنه. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، بعض شما را برای بعض دیگرتان وسیله امتحان قرار دادیم. ارگاه ما در اینی موضوع مداقت نکنیم، دقیق نشویم و فکر نکنیم، در حقیقت آستایی که به طرف گناه میریم. بی‌تفاوتی در مقابل یک مسلمان، بی‌تفاوتی در مقابل آنچه که ما داریم، در حقیقت این ما را به کجا میکشاند؟ به طرف گناه میکشاند. و شما همین اصل را در ذهنتان بسپارین، بعد او را در خودتان و در جامعهتان، در محیطتان ببینید که چقدر ما شما به این ابتلا گرفتار هستیم و چقدر ما شما با تأسف به نسبت عدم شناخت و ترکیز در این امر به طرف گناه حرکت میکنیم و مفتیم. ولی اسبابی که ما را وادار به وقوع به گناه میکند، یعنی عملا در گناه مفتیم. اینجا خود گناهی بود که ما نافهمیده اجرا میکردیم، نمیفهمیدیم، ولی این اسبابی است که مستقیما و گناه انسان دچار میشود. یکی از او ضعف ایمان و یقین به الله جل جلاله و به مراقبت الله متعال است. یعنی ارگاه یک مسلمان مراقبت الله جل جلاله را بر خود کوچک بشمارد، یعنی دی فکر نشود که در اینجا کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، کرام کاتبین میدانند آنچه که شما میکنید، او را برتان نوشته میکند. و قرآن کریم الله میفرماید که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. الله جل جلاله چشمهای خیانت کننده را و چشمهای غلط را و می رقم آنچه که در دلها میگردد، الله او را چی میکنه؟ الله با علم دارد، الله او را میداند. پس ارگاه ما یقین ما به الله ضعیف شود، مراقبت الله جل جلاله بر خود کوچک بشماریم، در حقیقت دلیل بر ضعف ایمان ما میکند. ایمان که ضعیف شد، بعد از او باز خود به خود انسان ها به طرف بدبختی می رود. خب ایمان که ضعیف شد، به اساس ضعف ایمان دو بدبختی یا دو سبب عمده تبارز میکند که ما را به طرف گناه میکشاند. یعنی ضعف ایمان سبب میشود، در حقیقت سبب میشود برای آمدن شبهات در دین، آمدن شبهات در احکام خدا و شریعتش، دیگه شک در روی استیم. و ضعف ایمان سبب میشود که شهوت ما بلند برود، خواسته های نفسانی ما بلند برود. یعنی ضعف ایمان زمینه را به چند چیز مساعد میکنه؟ به شبهه مساعد میکنه. ضعف ایمان زمینه را به چی مساعد؟ به شهوت مساعد میکنه. ضعف ایمان تسلط بر شیطان بر نفس انسانی را مساعد میکند. یعنی ارگاه ایمان ضعیف شود، سی چیز خود به خود به خاطر ازی که ما را به طرف گناه بکشد تبارز میکند. اولش چی است؟ شک، دوم شهوت، سوم شیطان. ببینین که هرچی شبهات است، این شبهات در حقیقت از بزرگترین منابعی است که انسان را به طرف گناه میکشاند و در اصلش قلت علم است. یعنی انسانی که شک میکند چرا؟ به خاطر که علم ندارد. علم که ندارد بعد آساسا به طرف گناه، به طرف بدبختی، به طرف کارهای ناروا باز می رود. علم که نبوده باشد، تو نمیتونی سنت را از بدعت جدا بکنی. علم که نبوده باشد، تو حق را از باطل جدا کرده نمیتونی. علم که نبوده، تو خواسته هایت را از خواسته های دین جدا کرده نمیتونی. چرا اجزا؟ یعنی وقتی که علم کم بوده باشه، شک ایجاد می شود. شک چرا ایجاد می شود و علم چرا تأثیر گذار است در این باب؟ ما می بینیم که یگان بار به اساس نقل کاذب ما چی می کنیم؟ بعضی چیزها را دین میگیم در حالی که دین نیست. یک کسی به ما نقل میکند، نقل دروغ بی معنا به نام دین، حالا که صحیح او نیست، او را ما فکر میکنیم که دین است.
با او عمل میکنه، پسان میبینیم که چیزی است که در دین نیست. درست شد؟ به طور مثال شما دیگه فکر بکنید، ما چیزای زیادی را داریم به نام نقل کاذب در دین. در دین او ارزش ندارد ولی عملا جایگاه دارد. در خانه مسلمان داخل شو، یکی چی میگه؟ والا صاحب همین چشمم یک رقم پرید این تو کار میشود. نمیگه؟ میگه. عین شکلش ما در رواج داریم، والا اکک آمد که اکک کت حتما یک خبر بدی را میرساند. داریم یا نداریم؟ یا هم داریم. حتی یکان شمعی که در گلاس ما پیدا میشه، سرزوخ هم یک چیز را ما عنوان میکنیم، یا به اساس مذاق یا به اساس واقعیت. یک تعداد مذاق میکنیم و یک تعداد واقعیت امیر قبول میکنند. رواج بسیار بزرگی وجود داشت که حال خود گم شده. حالا میدیم که علی زنا بر خود یک چیز را پخته میکردن، میگه این نظر است. بعد از این نظر چی رقم نظر است؟ این را مردا نبینه، این باید از مردا پت بوده باشد. خب که پت باشه با چی هست؟ والا در اینجا صاحب گاهی تسبیح پیغمبر میاد. خب شما فکر بکنیم پیغمبر تسبیح داشت؟ پیغمبر تسبیح نداشت. خدا اونجا برد گفته بود که در سر از این دیگ تسبیح اونجا رسم میشود. یک تعداد چی میگه؟ والا صاحب الله در اینجا پیدا میشه، الله پیدا میشود. مردا که خود دیگه است که سرش خلاص بکنی، یگان چقری مقری پیدا میشه، در ذهن تو پیدا میشه که والا یکی او را به نام الله تیر میکنم، باز او را با او بتیو. این نقل کاذب دروغی. حالا که ببینی یک تعداد میگه که دین چی؟ دین خرافی است که با آمده. عروس در خانهت میاری تا نمیاری، این نقل کاذب سعی کنن. یا باید گاو تا پیش پای ذبح بکنن کسی که پول دار است. اگر اون نشه گوسفند میشه. اگر اون میگه والا می مرغ خو اقلا نمیتاج خو یک خون او بریزانن. نمیگن اما تو. یعنی این شبهات است. این وقتی که انسان داری تعقل بکنه ریختاندن خون بر وجود ما چی تعلق دارد؟ پس باز چی میگم؟ والا این دین بخوان کلش هم تو ریشخندی است. پس ضرورت بین ضربه را چی زد؟ اصلش. آیا مرده میشه؟ بعد از باز سر مرده چی بکو؟ الوا را تقسیم کرده برو. صحیح شده؟ ایزاده برو. ولی یک انسان عاقل که تو فکر میکنی این چی یعنی؟ ولی تو این الوا را به کجا رایی میکنی و چرا این کار کردی؟ یعنی چټیات، این خرافات بی معنا و پوچ این که داده میشود جوان و نسل آینده را، انسانای معاقل را یک بار میگه که بخیالن که از بیخت این دین چیزی نبوده. چی یعنی چی شد؟ یعنی خود ما سر خود میگه دیگه حتی بشین دیگه گفتگو بر تو داده برو، ما بر تو داده میرم. صحیح رادیو در دست مردم صاحب تمام روز که فلان جا مرده شده، ها صاحب بدوین دیگه. اونجا میره مفت به سر میگیرد. ایران آدم بانه که به این نفر چی بگویی، به این نفر چی بگویی، به این جامعه بیعقل چی بگویی. اون اصلا پیسه است مصرف می شود دی کارهای که آدم ببینه. بعد انسان تشویش پیدا میکنه که این دین کلش همین رقم است. و علت از این در کجاست؟ علتش نقل کاذب، نقل دروغگوی. وقتی که پرسان بکنی هرچی سند داره یا نداره؟ سند دارد. ولی تو خب میربونی بکن سند امیت خون بر ما بیار. چرا حدیث به سند قبول میکنی؟ نه. سخن را به معنا به سند قبول میکنه. ولی دیگه خو یک سند خو برام بده. سند نیست. که سند نیست در حقیقت نقل کاذبی است. و این زمینه مساعد میکنه به چی؟ به شک در امور دین. چرا هر قدر که بیدینی و خرافات در دین جای پیدا بکنه دین میپنده. عمل سر سخت میشود. عمل که سر سخت شود مردم از دین فرار میکنن. میگه والا از این که در خواهتاندار بیدینی خوب است، مردید که شد وقتی که در گورش بکو یا بسوزانش گفت خلاص است دیگه. این چی یاد است؟ یک طرف که میمورم یک جنجال برش بتون، از این جنجالش که خلاص شم با دیگه جنجالش، با دیگه جنجال، در جمعگی جنجال، در چلی جنجال، در سال جنجال. این چی حال است که من دارم؟ ببینید که ما را به این انجال مردم دین برش میپندانیم. دین که پندید مردم عمل نمیکند و بعد از او در برنامه ها شک میکند. درست شد انشالله. آسانی از دین که داده شود بعد از او باز مردم میگه والا چی رقم میشود. خدا یک چیز رو آسان میکنه، ما به اساس نقل کاذب خود رو سر خود سخت میکنیم. سر خود سختش میکنیم که سختش کردیم فرار را از دین ایجاد میکنیم و بدبختی را برای خود ایجاد میکنیم. گاهی میبینیم که شک در دین به اساس غرض فاسد میآید.
از موضوع خوب خبر هستیم که گپ خوین طور است. خب غرض فاسد داریم، از این خاطر باید تعبیرات بدیم، باید منافع خود ما را باید تثبیت بکنیم، از این خاطر دیگه جنجالا رو جور بکنیم. صحیح شد؟ یک نفر را بگم ای برادر کنم، آیا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم کدام وقت طبله و ارمونه و قیچک و چیزا را به نام دین زده بود؟ نه صاحب. ولی جناب عالی دیگه تو چرا این را میزنی؟ تو این را از کجا کردی؟ با چی میگه؟ والا صاحب به این مردم زیاد جمع میشه. شما ببینید به این مردم چی میشه؟ جمع میشه. غرضت فاسد است. تو میخوای خدا مطرح بکنی. ما مکلفیت ازیر نداریم که مردم را تو بگیریم داخل جنت داخل کردیم بریم. برنامه را توضیح بکو، ارزش‌ها را بگو، بعد از کسی قبول کرد خاص قبول کرد برماشی. ما مکلفیت ازیر نداریم که فرد را اما تو به اختیار خود جنت داخل بکنیم. ما مکلفیت دعوت را داریم، دعوت را میکنیم. ای که خدا هادی است، الله چی معامله کتش میکنه را به الله مسپاریم. ببین غرضهای فاسد اصلا چی است؟ اصلا در جیب پیدا کردن است. شما میبینید چی گپ داره؟ والا صاحب این مجاور سخی شای اولیاست. صحیح شد؟ این خب مجاور صاحب خوی جا ششته. تو چی فکر میکنی؟ به خاطر خدا ششته؟ به خاطر خدا نششته. قراره که دامن خدا صاحب انداخته که تو پول برش بدی. اگر برش بگی که صاحب در مسجد بیا مؤذن شو، خادم شو، مسجد پاک بکن که ثواب خدا برد بده، قسم به خدا که قدم بگذارم. چی فکر میکنی؟ زیارت پاک بکنی ثواب زیاد است یا مسجد؟ مسجد. در مسجد میای؟ بری تجربهش کنی. اصلش غرضش فاسد است. این غرض فاسد چی میکنه؟ در دین برش دیگه پیچک تاکده رو ایسته، در دین شکوک رو ایجاد میکنه تا که تو برش بگی که قال الله قال رسول، بعد میگه هی وطن دار. با اولیای خدا دشمنی میکنی؟ نه با اولیای خدا دشمنی نمیکنیم صاحب. تو گپت نمیفهمی. این غرض تا اصلاح بکو مشکل حل میشه. گاهی میبینیم که خواست هوای که در ذهن ماست، هوایی که در ذهن ماست، یعنی میخوایم به مقام برسیم، به چوکی برسیم، به این آن برسیم، چون میترسیم که اصل گپ خود ایست که چوکی از خراب نشود، صاحب پول خراب نکنیم، مفت یک چیزی که به ما آمده ای چطور میشد، باز اصلاحی که در برنامه خدا چی میکنیم؟ شک میاریم. صحیح شد؟ شک میاریم. خب این ببینین شک که ایجاد میشه اینی منابعش است. از طریق سر ما چی میکند؟ سر ما و شما میآید و ما را از مسیر اصلی ما و قوی ما را کنار میزند. بنان یک مسلمان باید ملتفت بوده باشه که این تو عقبه های وجود دارد که شما را از برنامه های دینیتان کنار میزند. دوم چیزی که یعنی یک خوش شک بود دیگه چی بوده؟ شهوت است. این شهوت در حقیقت امام ابن قیم رحمه الله میفرماید که شهوت از عدم کنترل خواسته هایت ایجاد می شود. خوردن تا دقیق متوجه نشدی، وقتی خوردن تا متوجه نشدی، در مقابل مردم و در مقابل جامعه دید درست را به کار نبردی، شهوتت روز به روز به طرف بلندی می رود. خب بر ما چی ضرور است؟ پیامبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که بروین به سر قبرستان، و قبرستان بروین، در حقیقت شما را فانه یذکرکم الاخره، این قبرها برای شما آخرت به یادتان میآورد. اینجا برین الا انی نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخره. برین، ولی شما را یک وقت ما نکرده بودم که وقت عقیده تان صحیح نبود، شما از زیارت و از قبر میخواستین، ولی خب میفهمی که مرداست بر ما چیره نمیته. خب تو برو ببین که اینی رئیس جمهور صاحب مرده، اینی عالم مرده، اینی ظالم مرده، اینی فرعون مرده، این دنیا برش بقا نکرد. خود تو میموری. وقتی که تو میموری خامخای دنیا را ترک میکنی، از این طریق به اصلاح امو شهوتت مشکنه و کمک به خود میدی. به شفاخانه ها بروی، مردمای مریضه، مردمایی که سر بستر هستن، اونا را ببینن، بعد شهوتت مشکنه که خدای انسان چقدر ضعیف میشود، چی بود و چی شد، به او برو.
در خانه های مردم مسکین و غریب اوجا برو، حالتش ارزیابی بکن، خوردن نانش ببین، نشست و برخاستش ببین، جای رفتن و خیستنش ببین. هرگاه او را دیدی بعد از او باز میفهمی که تو جایگاه چی است و در کجا قرار داری. این نکاتی هستند. بنابراین بر ما این پیام را میدهد و این ارزش را میدهد که من حیث یک مسلمان و مؤمن به خاطر شکستاندن شهوت ما در خوردن خود ملتفت بوده باشیم، در نشستن خود ملتفت بوده باشیم، در رفتن خود ملتفت بوده باشیم و با دیدی بصیرت و باز باید مهار بکنیم خواسته های ما را. غیر از او استادا هیچگاهی شهوت بس نمیگوید. شما این قبول بکنیم، اگر ام دفعه یک جور لباس بگی جورش بکن، این میگه این صحیح نیست دیگه، یک دانه جمپر بگی میگه این دوی، همین رقم دیگه. خدا کنه یک وقت ببینی که صدها جور کالا داشته باشی خب بازم تو بس نمیگی، صدها جور بود داشته باشی بازم بس تو نخواد، دسترخوانت بسیار پر بوده باشد بازم بس نخواد گفتی. و اگر مهارش کردی خدا شاهد است که به یک لقمه نان عادی مگه تو استفادهش کردی امون رقم اطمینان داری مثل که دسترخوان تو پر بوده باشد. از این خاطر شهوت اگر خواسته باشیم بشکند، پس به قبرستان، به شفاخانه ها، به خانه های غریب، به خانه های بیچاره در اونجا برویم. اونجا که ششتیم بعد از او باز ما میفهمیم که حالت ما چیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌دارد که انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. همیشه از خود به پایینتر مردم متوجه شوین، اونا را ببینین، از خود به بالا نبین که نعمت داده شده خدا را سر خود کوچک فکر میکن. زیرا مردمایی که بالا هستن تو نمیفهمی که او را چی رقم به دست آوردن. ای پول مفت به دست نیامده، قدرت مفت به دست نیامده. تو چی میدونی که چقدر خونها را ریختاندن، تو چقدر میدونی که چقدر خانه ها را سر ظلم صورت گرفته، مالش گرفته شده. از این خاطر الله جل جلاله ما شما را توفیق عنایت بکنه که از این بدبختی ها هم خلاص شویم. سوم چیزی که او عامل به طرف گناه ماست و ما را به طرف گناه میکشانه و شیطان است. این شیطان چی شیطان انسی بوده باشد چی شیطان جنی بوده باشد. قرآن کریم صراحتا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. جزی نیست که شیطان دشمن برای شما است، او را به دشمنی بگیرین، فراموشش نکنید، صلح کتش نمی شود. کت شیطان صلح نمی شود، کت شیطان مذاکره نمی شود. شیطان فقط به دشمنی بگی و فقط غیر از زدن دیگه چیزی دیگه تأثیرگذار در این باب نیست. و این شیاطین دو نوع شیاطین است. و کذالک جعلنا لكل نبی عدو الشیاطین. ما برای هر پیغمبر، برای هر مؤمن گردانیم شیاطین الانس والجن، شیطانای از انسانها و شیطانای از جنیات. انسانای هم شیاطین داریم. شما میبینی شیاطین انسی که یک جایی که تقرر پیدا میکنی باز یک گل برد میارنی، یعنی آفرین از جا خیلی خوب دزدی کو، خیلی خوب رشوت بخور، بهترین جای فلانه مقرر شده. خب خوب جای یعنی چی؟ یعنی هر قدر که میتونه جنایت کرده برود. اگر نخوری مردم هرچی دیوانه بیاقلسه کن. خدا برش داده بود، خدا کافر هم میکنه. خدا برش داده بود خود نخور. خدا خود برد حرام استغفرالله برد امر میکنه حرام بخور، دزدی بکو، چپاول بکو و این تشویق میکنه. از این خاطر است که شیطان چند عقبه ها، یعنی شیطان یک نقشه بسیار منظم برای انحراف ما شما دارد که یک را سرت عملی میکند. اول شیطان میخواد که تو را وادار به کفر و به شرک بکنه، یعنی نقشه اول شیطان علیه اللعنه بر ضد ما شما برای که یک انسان را از توحید بکشاند به شرک، از اسلام را بکشاند به کفر. این کارش است. تمام وقت کار میکند که القاب بکند شبهات را، شکوک را، به خاطر از بین بردن عقیده توحیدی. مسلمان است اینجا که بری چی گپ است صاحب؟ یک ولایت یک زیارتی است. خود چی میکنه صاحب؟ دمیت جایش کستا چی برق 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 لولت میته خود جغلتانی ولی داسر میزنم. صحیح شد؟ یا تعقل نمیکنه انسان، فکر نمیکنه که ولی دی دین است. آیا ما به خاطر خدا نزدیک میشیم ولی ببین چی تصورت چیست؟
و شرط کار برن قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بگو و همونجا خودت پیر کن 10 دفعه خودت پیله بکن نیش نمیری. امی عقیدت که همه که زلزله و ریشخند واری باشه که برید واقعا تو بیخ میخوری. شیطانی کار میکنه برات. پس در عقیدت تزلزل ایجاد میکنه. پس ایجاد کرده میره و میره کم خرافات چیزای بی معنا بیانه. کشک دیگه جنده بالا میشود. دیگه خود کش میکنه. دیگه بر خود یک بیعقلی و حماقتی که حکومت هم دیوانه میشه، مولا هم دیوانه میشه، عوامی هم دیوانه میشه. کلی خرافات شروع میکنه. یعنی عجیب است. خدا شاهد است که یعنی کفریاتی که اصلا میگه شیطانی کار را بر ما ایجاد میده. یکی باز میگه والله نه چی کور بینا شد صاحب ایجاد در کارت 4 یک دیوانه خرافات خانه را جور میکنه. در هر ولایت می رقم جور کرده میرن. آدم ایران میمونه که خدایا این مسلمانا را سیکو، این دین واحدش سیکو، این اصالتش سیکو، این عظمت از دین سیکو و این رقم مسلمان بیعقل کوچک شدنش سیکو و این چرندیات خرافاتش سیکو. این کلش این در حقیقت شیطان است که میخواه که اعوان خود را بیشتر بکنه به ایجاد خرافات و داخل شدن یک انسان در شرک و در کفر در این داخلش میکند و وادارت میکنه که در حکومت خدا مداخله صورت بگیرد. وادارت میکنه. ما یادم میاد بیخی یک رواج بود منطقه ما یک دانه چی بود یک زیارت بود به نام میر سعید یا میر سواد خان میر سمد. او دمی چی شده یک کلا سنگا بود گرداگردش گفت همین تانگای روسا که آمدین این سنگا صاحب توپ شده بود زدن نمو ایچی را باز پسان دیگه ما خوردم بودیم میره میگفتیم که خیلی چرا همیا ایچی نمیم گفت والا خداوند متعال دستا و پاهای از اینا را زولانه کرده و قلف کرده برش. پاها و دستای اولیاء الله را خدا چی کرده؟ زولانش کرده، قلفش کرده. از این خاطر دیگه این نمیشاد. شما دیگه از نظر تعقل بیاندیشین. یعنی این کفریات اسایی کن. یعنی خدا نخواسته اولیای خدا انسانهای وحشی، انسانهای درنده که او دیگه گپ خدا را قبول نمیکنه. خدا برش میگه بشین و میگه نمیشینم دیگه میپرسه. خدا یاره چی کرده؟ زولانه کرده قلفا را در پایش انداخته برش. یا مجبور هستن بشینن دیگه. اگه ایلایش بکنن اینا به حکم خدا تسلیم نیستن دیگه خرابی را میاره صاحب گرد ورد میکنه این نظام را کرد. این کافر نیست. حالا که اولیای خدا دوستای خدا با ادبترین انسان ها هستن با حکم خدا آنقدر ادب دارن آنقدر به الله تسلیم هستن که امر خدا را نهی خدا را سر مستحبات اونا کار میکنه. اینا خب بگذار که خدا برش این کار نکنه بازو دستک زده برات. توهین برای کی؟ برای شخصیت ها با اولیاء الله با دوستای خدا و اورم اینی رقم توهین که زولانش بکنه پایش بسته بکنه قلفش بکنه به خاطر اینکه روسا نباید برای استغفر الله العلی العظیم. یکی شیطانه. شیطان همین رقم تصور داده میرود کلان کرید میره و در حدیث هم میگه که گاه شیطان برای از اینکه انسان را به کفر بکشاند به شرک بکشاند بعد از او در معده کدام جایی را میگیره و تا یک دفعه قلنگ میشی یا یک دفعه سخت سردرد میشی پای سخت درد میکنه یک حالت میره که چیقت واقعا بلند میشه بس آستا برات ایجاد میکنه وسوسه را فلانه جای برو با جور میشی فلانه جای برو با جور میشی ایده همونجا که بری فورا ایلایت میکنه ایلایت کن باز میگه والا مرا جور کرد صاحب باز نمونه ها را بد میگه. ایده حدیث است. حدیث پیامبر خدا چنین است. ما را خبر کرده. بدن شیطان برای انحراف ما از این کارها استفاده میکند و مسلمان را عقیدیش از توحید به طرف شرک میارد. این کار اولش است. اگر این کار تانست بکند گپت ختم است. دیگه پایین که کارن زیرا خود مستوجب دوزخ شدی و شیطان امیر میخواد لیدعو ان شیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. او فقط همین هدفش که تو را از اهل آتش بگردانه. از اهل آتش که شدی که خلاص است. دیگه کاری ندارد. عقبه دومی که شیطان ایجاد میکنه یک کتل دیگه که دارد اگر از این خلاص شدی و خداوند متعال برای یک مؤمن توانایی از این داد که دیگه کفر نکنه شرک نکنه بصیرت داشته باشه و توحید الله را بپذیرد. دوم کاری که میکنه بدعت برد میکنه ایجاد
چیزای نو در دین، به نام دین چیزای را داخل کرده بودی. به اساس دوستیت برات میتر. بدعت به اساس دشمنی داخل نمیشود، به اساس دوستی داخل میشود. اتو میکنی که والا صاحب پیغمبر خدا خب پیغمبر خدا بود، ما کی تو عبادت کردیم؟ خب بیاین صاحب اینی کارا میکنی. خب چی میکنی صاحب؟ دیگه والا صاحب مردم به دین نمیاد، والا که مردم چی بکنه، مجبور هستیم صاحب دیگه همین به نام نعت صاحب یک دول سرنه جمع میکنه، مردم یک جمع میشد که پسان نکنه. بس این یک کاری است. پیامبر نکرده تو جان خود جورش کردی. پیامبر خدا کارای نکرده و ما باید بکنیم. خوی چی کار است صاحب؟ والا صاحب چی کنیم دیگه؟ خب می یگان چرس که زدن نشود، خب مردم فرار میکنن، بس چرس بزنیم صاحب. دیگهش باید بگم خیر بوده باشه، یگان دفعه نماز نمیخوانیم صاحب، تا 2 بجه 3 بجه شب میشینیم، صبحکی نماز که نخواندی خدا میاد است، ما هم خود دیگه به خاطر کدام کار ناروا خود مصروف نبودیم، خود ذکر کردیم. این چیزای نو را در دین به اشکال مختلف خرافی را بکشیم که دین است، حالا که دین نیست، به نام دین سر ما زده شود و این کلانترین مشکل است که شیطان علیه لعنه به خاطر انحراف ما میکنه. خب عقبه شیطان که بدعت است در وجود ما و شما از مهمترین نکات است که مسلمان ها به او باید جدا ملتفت بوده باشه. هرگاه از بدعت که خلاصت بکنه با سوم عقبه شروع می شود. سوم کتل. او چی است؟ وادار کردن به گناه. زمینه را مساعد میگن گناه کبیره بکنی. این کارش است و ای پیامش است و به ای تلاش میکنه و زحمت میکشه. هرگاه از گناه کبیره خلاص شوی نکنی، دیگه عقبه شروع گناه صغیره. و گناه صغیره وادار میکنه که گناه صغیره باید بکنی. هرگاه از گناه صغیره هم که نتانه که ایجاد بکنه، بعد از او در وجود خودت ایجاد میکنه که تو باید خدا کلانتر بدانی به خاطر خوبی که داری، عبادتی که میکنی، ذکری که میکنی. از تو که دیگه کلان آدم نیست، ولی خدا خود تو هستی. زی شده باز القاعت دیگه میکنه، خودت برای خودت کلان میشی. فکر میکنی کل مردم کوچک هستن، کل مردم خرافی هستن، کل مردم هیچ چیز یاد ندارن، کل مردم دوزخی هستن. صاحب که تو عقده بگی، که تو عقده بگی و خدا کلان کرده برو، خدا کلان کرده برو. یک وقت میشه که خودت به شیطان اعاذنا الله تبدیل میشی. این خطرناکترین عقبش است. سر گناه زورت نرسید، سر بدعت زورش نرسید، فورا دیگه کار میکنن، تو را برای خودت کلان میکنند. و این شما عملا میبینید که این بسیار جنجاله وجود داره و ما یک تعداد مردم را میشناسیم که خودش بر خودش کلان میکنند با استایی که مداخله میکنید در کار خدا. ایشونه یک کسی که برات میاد برو جورت میکنم، و مرد که چی کار هستی که کسی را جور بکنی؟ یک کسی هم برو ما برات اولاد میتونم استغفر و کار خدا چطور دست میزنی؟ شما عملا ایره احساس بکنید، باز پیدا میشه اما مردم پیشت خورد میشه، تو ناقی بی‌معنا کلان شده میری و شیطان علیه لعنه داری با بسیار کار میکنه. به اندازه‌ای که امام جیلانی رحمت الله علیه و میفرماید، میگه من یک روزی در راه روان بودم، دیدم که از آسمان یک آتشی آمد پیش رویم پایین، تا که من برش نزدیک شدم که یک آدمی کالای سفید، ریش سفید، به قواره بسیار مقبول و من گفت که سلام علیک و رحمت الله و برکاته. من سلام علیکش کردم. بعد گفت که مرا شناختی؟ و من گفتم که نه، من تو را کی شناختم؟ گفت من خود جبرائیل هستم، خداوند متعال مرا برای تو رای کرده که بسیار زیاد عبادت کردی، بسیار زیاد تلاش کردی، تو خود کلان آدم هستی دیگه، به خاطر از اینکه وظایف بزرگ فراموش نکنی، وظایف کوچکی که از خدا او را بر تو چی کرده؟ معاف کرده. خب چی را بر ما خدا معاف کرده؟ همین نماز خواندن خدا بر تو معاف کرده. به عوض نماز برو مردم به دین دعوت بکن. شما اینو فکر بکنید، به عوض که نماز بخونی مردم به دین دعوت بکن. ولی شما دیگه چه فکر میکنی که یک انسان جاهله که دین نفهمد و همین رقم از آسمان برش یک چیزی پایین شه و پیش روش بشینه نصیب که من جبرئیل هستم، گپش قبول میکنه؟ خدا به من گفته که نماز نخوام. وطندار دیگه اصل خود شیطان برش گفته. با مردم چی میگه؟ ای وطندار شما خبر من خود مکه نماز میخوام. صحیح شد نه؟ در ذهنش تصورش میده مکه را پیش رویش میاره. والله که پیش رویت میاره تو مثل که عکس ور سهش میکنی اینی مکه است، اما تو پیش رویت میاره
و این نفر خبر نداره، خیالش میکنه که ما در مکه نماز میخونم. مرید بیاقلم باز میگه صاحب پیر ما در مکه نماز میخونه، در اینجا کی میخونه؟ ای چیزایی هست که شیطان ایجاد میکنه و ده ها کرامت های دروغین ایجاد میکنه، صادر میکنه، با دست بسیار کلان گپا میکنه. واقعا اما تو مریضا میاد که تو کتش غرض بگیری جور تیار میشه، رخصت میشه، دیگه صاحب کلان شده برو دیگه خودت. این عقبه خطرناک است که انسان هایی که خصوصا علم نداشته باشه به زودترین فرصت بدبخت میشد. و روز گذشته کسی را ما دیده بودم و دیگه برمت چی میگه صاحب، اول خود یک کمک ادبی رفت گفت که ما شما لشکر حضرت مهدی هستیم. یک کمک دیگه هم که تشت ماسای که دست قریب است که صدراعظم و وزیر شود. و من فهمیدم که دمین دلش دمین آمده بود که این مهدی مظلوم تا به اینجا آمد دیگه کم. استغفر الله، این شیطان است نه که کلان کردن می رود و بدبختی را ایجاد میکنه. استادا هرگاه زورش نرسید از این هم خلاص شدی که تو حق در شیطان تو را کلان کرد، تو بگی من بنده خاکی خدا هستم، من متواضع هستم، مرا خداوند متعال که ببخشه، می بس است، نه کرامت مرامت هم اشناسم صاحب که تو ناخی چه بکنی، نه مردم از دیگه مردم که خوب هستم. من میگم که خدا مرا ببخشه، اقا گناه دارم که جمع کردن خلاص کردن از بسیار مشکل است و خود کنترل بکنی به علمت، به تقوایت و به ذکر الله جل جلاله. بعد از او باز تسلط جنودش است، بعد از او باز لشکر خود را بر ضدت مفرستد، بعد از او باز کل نظام بر علیهت میخیزاند. و این خطرناکترین حالت دیگریش است که شیطان علیه دوستای خدا به کار میبرد. شیاطین جنیم توطئه میکند بر ضدت، شیاطین انسی هم توطئه میکنه بر ضدت. بعد از او یک جای میکشیت، یک جای بندیت میکنه، یک جای مریضت میکنه، یک جای توهینت میکنه، ده ها گپ دیگه شروع میشد و فشار میتیده تا ای که وقتی که بگی که خدا انا لله و انا الیه راجعون، اگر از این عقبش خلاص شدی بعد از خداوند متعال نجاتت میده. و توطئه ها به گوناگون موضوعات برات پیش میشه، یگان به تشویه برات میکنن، یک تعداد بسر اتهامات بسته میکنن، فلانه اینطور است، فلانه اینطور است، زمان جامعه را سر کوچک میکنه و ده ها نوع توطئه براتون چینده میشد. هرگاه شیاطین از این نقشم خلاص شدی بعد از شیطان مجبور است بر تسلیم شود، دیگه نمیتونه که در مقابل تو دستایس بگیرد. قرآن کریم هم میفرمه که سلطان و تسلط شیطان برای مؤمنین نیست. و مؤمن کدام مؤمن است که از این عقبه و کوتلایی که شیطان پیش رویش گذاشت از این با تمام قوت بیرون برد. وقتی که بیرون برآمد از او بعد من حیث یک انسان صالح، یک انسان قائد و یک انسانی که آیه‌ای که و توصیه‌ای که خداوند، دعایی که حضرت ابراهیم خلیل خواسته بود در جانش تحقق پیدا میکنه. و حضرت ابراهیم را گفته بود که پروردگارا از اولادی ما کسایی را برای مردمش و برای جامعه تقدیم بو که اونها الگوها و رهبرها و ائمه مردم باشد. کسی که ائمه مردم شده میتونه از این عقبات میگذرد، از این مشکلات، از این چیزایی که پیش رویش است یکی پی دیگر باید بیرون شود تا که جامعه را به طرف اصلاح و طرف خوبی بکشاند. خداوند متعال ما شما را توفیق عنایت بکنه که به علم خود، به تقوای خود، به نیایش به سوی پروردگار ما الله جل جلاله این عقبات را بر ما کوچک بکنه و این را بر ما آسان بکنه و الله جل جلاله توفیق عنایت بکنه که ما میگیم که پروردگار ما خود ضعیف هستیم، در مقابل هیچ یکی از این توطئه ها مقاومت کرده نمیتونیم، ضعف خود را برای تو اعلان میکنیم یا الله، ولی تو خود بزرگ هستی، تو خود عظیم هستی، تو قادر هستی، تو خود رحیم و مهربان هستی، به لطف کرمت در وجود ما این قوت را بگذار که در مقابل منکرات و در مقابل آنچه که ما را از اهداف ما کنار میکشد پروردگار مقاومت بکنیم، ایستادگی بکنیم و خود را تسلیم برای شهوات و شبهات و برای عقبات شیاطین نکنیم. و راهش است عزیزان که علم را بیشتر بکنیم، تقوای خود قوی بکنیم، ذکر الله جل جلاله بیشتر بکنیم و در مجالس صلحا بیشتر حضور به هم برسانیم و تفکر بکنیم بری که این دنیا بسیار بی ارزش است نسبت به او جهانی که خداوند متعال نصیب ما شما ان شاء الله خواهد گردانید. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌دارد که در جنت چیزی است که لا ما عین رأت ولا اذن سمعت
ولا خطر على قلب احد. این تو چیزی که در گوشت تو چی رقم آوازش نشنیدی و چشم تو منظر را ندیدی، در دل هیچ کس هم نگذاشته است، الله او رقم نعمت ها را برای ما شما در جنت میدهد و خداوند متعال به لطف کرمش و به حرمت اسماء حسنایش ما شما را از این عقبات به امن و به آرامی و به سلامت بیدور بکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.